سیب زمینی رو شروع میکنیم. سیب زمینیاش سایزش خیلی خوبه. من سیب زمینی‌های ریز رو خیلی بیشتر دوست دارم و تیکه سیاه مرغیه که گذاشته. امروز اومدیم با یه نقد و بررسی کوبنده. خب ببینید الان خودتون الان دارید میبینید دیگه، این سفارش منه. آخه این چیه؟ شما توی فرمانیه یا نیاوران نباید فاکتور داشته باشید. این چیه نوشتی برای من روی کاغذ؟ یعنی جای فاکتورته. الان من باید گوشیمو در بیارم تازه فاکتورتون رو اونجا ببینم، به خاطر اینکه اصلا یادم نیست قیمتای شما چقدر بود، به خاطر اینکه یه فاکتور نذاشتی. اصلا رسید من آخه این کجا چه اعتباری داره که با دست نوشتین، بعد تازه با چه خطی؟ خط خرچنگ قورباغه. اینجا خیلی معروفه به سوخاریای فرانسوی و اینجور داستانا، اسم خودشونو یعنی اینجوری باب کردن. ولی که حالا ما چی سفارش دادیم و عددش چقدر شده الان بهتون میگم. ما یه دونه مرغ سوخاری 3 تکه نرمال گرفتیم 399 و 500، حالا بگو 400,000 تومان، و یه دونه بشقاب کریسپی گرفتیم 699 یا همون 700,000 تومان. مجموع سفارشمون 1,100,000 تومان شده که حالا میخوایم باز کنیم ببینیم چی برامون گذاشتن. اینم به خاطر این چنگال به خاطر این نوشته زدم. جدای این نوشته بسته‌بندیشون خدایی قشنگه، حالا کاری به چیزیش نداریم. به خاطر این 3 عدد نون. بچه‌ها راستی یادم رفت بهتون بگم این سس‌ها رو خودشون رایگان گذاشته بودن و ما میتونستیم انتخاب کنیم. سس گوجه فرنگیه، خب اینا معمولیه، فکر کنم اینا هم سس چیلیه، اما سس سیرم من گفته بودم بذارم برامون که نذاشتن، جاش 3 تا سالاد کلم هستش. اون سسایی که من گفتم رو نذاشتن، یعنی خودشون توی استنفود خودشون گذاشتن که 2 تا سس رایگان میتونید انتخاب کنید. من 2 تا سفارش داشتم 4 تا سس میتونستم انتخاب کنم، ولی سس سیر انتخاب کرده بودم و سس آناناسی که گذاشته بودن. البته اینا همشون سس چیلیه و یه مدله، همه را اصلا اهمیتی ندادم به انتخاب ما. خب اینم نقطه ضعف بعدیشون. جعبه شماره 1، جعبه شماره 2، من ببینم که این سمتشو بذارم برای شما، و جعبه شماره آخر. این بشقاب کریسپیشونه که داخل اینجا هستش. بعدی این مرغ 3 تیکه نرمالشونه. این هم اصلا کلا فکر کنم من توضیحاتشو خونده بودم، ولی اون چیزی که هستش 3 تکه نرمالشون رو 2 بار یعنی انگار سفارش دادیم، همراه با بشقاب کریسپیشون بوده. خب پس ما یه جعبهش اصلا کاری نداریم، یعنی یه سفارش اشتباه دادیم. حالا من توضیحاتشو فکر کنم خوندم، اما چیزایی که اینجا دارن بذارید بهتون بگم. اول از همه ما طبق معمول سیب زمینی رو شروع میکنیم. سیب زمینیاش سایزش خیلی خوبه. من سیب زمینی‌های ریز رو خیلی بیشتر دوست دارم و ترتر و خوشمزه تره. سیب زمینیشون انصافا خوبه. گفتم چون سیب زمینی کوچیکه داخلش سریع بیات نمیشه، حالت مثلا موندگی پیدا نمیکنه و این ریز بودن و ترد بودنش باعث میشه که خوشمزه تر به نظر برسه. توی بحث بشقابش حالا سوسیسای ریزی که دارن سوخاری کردن و اینا خیلی ادعاشون اینه که اینا همه فرانسوی هست و طعم سوخاری‌های فرانسوی رو میده. حالا ما ببینیم مثلا طعم سوخاری فرانسوی چه فرقی با سوخاری‌های اینجا میکنه. طبیعتاً خب حالا این که میگم سوسیس قشنگ مشخص از بیرون، این بافت سوسیسشونه و دیگه چی داره این تو دیگه، یعنی بشقاب کریسپیشون چیز خاصی نداره. قارچ سوخاریه با سوسیس و فیله استریپس خودمون.
حالا ببینیم توی طعم و مزه چقدر تغییر داره. آره فقط قارچ، سوسیسه و فیله استریپس. البته که گفتم ما این بشقاب کریسپیشو داریم الان بررسی میکنیم، 3 تکه نرمال هم روش هستش، یعنی 3 تکه اصلی رون مرغ و کنارش و اینا. اول من سوسیسه رو تست میکنم ببینم که طعم سوسیس کوکتل میده و این خامیه رو من به هیچ عنوان دوست ندارم. من بارها هم گفتم اصلا خوشم نمیاد سوسیس خام باشه. این سلیقه شخصی ما، نمیدونم حالا توی فرانسه حتما سوسیس خام و سرخاری میخورن و اینا یا نه، اینو نمیدونم، اما میتونست یکم اسپایسی تر باشه و بافتش خیلی خشکه. میگم سوسیس خب چون خام بود من زیاد دوست نداشتم، ولی قارچش هم میخورم چون قارچش نسبتا بهتر بود، خوب بود میشه گفت. این فیله استریپسشه، فیلش خوب پخته شده. البته اگر اون مشکلی که من فکر میکنم رو داشته باشه مثل طبق معمول، سینه قبلا ابتدا آبپز شده خب و درست طبخ نشده. ببینید توی بحث طبخ خود گوشت خام مرغ نباید صرفاً فقط مثلا با آب خالی مثلا آب پزش کنید و بعد ادویه بزنید. میتونید در کنارش یه ادویه چاشنی اضافه کنید که طعمدار بشه و مرینت دار بشه، اونجوری خیلی طعمش خوشمزه تر میشه تا اینکه شما بخواید گوشت خام و فقط دورش حالا به قول معروف آرد سوخاری یا پودر سوخاری استفاده کنید با یه مرینت خیلی جزئی. خب این طعم و مزهش وقتی شما کلشو میخوری دیگه مورد علاقت نیست. میدونید ادویه‌ای که استفاده کردن یا مرینتی که برای سوخاریاشون استفاده کردن و اسمشو گذاشتن فرانسوی، مثل شنسل های فروشگاهیه. یعنی شما شنسل اگر خورده باشی دقیقاً انگار داری اونو میخوری. دقیقاً یعنی مو نمیزنه با شنسل. یعنی شما شنسل مرغ که میگیرید میخورید و همین مزه رو میده بهتون، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما الان بری مثلا یه شنسل فروشگاهی با قیمت خیلی پایینتر میتونی بگیری که خب اون هم به طبع خودش سالمه، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، ترکیبات خاصی نداره، اونو بگیرید به نظر من خیلی به صرفه تر از اینه. چون 700,000 تومان این بشقاب کریسپیشون بوده. خب 700,000 تومان عدد خیلی زیادیه برای اینکه شما حالا یه پرس سیب زمینی سرخ کرده گذاشتی، نون گذاشتی، نونای کوچیکی که داشته، خب حالا میگیم 2 تاش برای این بوده، یه دونش هم برای اون یکی سفارشمون و سالاد کلم، مجموعاً شما 700,000 تومان گذاشتی. ولی خب اگر بخواید توی خونه درست کنید اینو که اصلا خیلی قیمتش فرق میکنه، چون 700,000 تومان فکر میکنم با 200,000 تومان شما میتونید یه مرغ کامل داشته باشی. خب مرغ کامل دیگه بالاخره خیلی حجم بیشتری رو بهتون پس میده تا اینکه این با روکش‌های سوخاری که روی اینا میزنن. من یه تیکم از خود این مرغ 3 تکش استفاده میکنم. البته که بچه ها این توی بشقاب کریسپیش 3 تیکه نیست، 2 تیکه است، در اصل اون 3 تیکه اونه. ببینید اینا الان مثلا نگاه کنید، اینو من پوستشو کندم، خب همینجا الان پوستشو کندم، نگاه کن این چجوری طبخ شده، سیاه شده، خب حالت سرخ کرده و چیز پیدا کرده. خب این من ندید دارم بهتون میگم طعم خوبی بهتون نمیده و امیدوارم بوی زهم مرغ توی اینا نباشه. من یه تیکشو میخورم، نگاه کن روغن رو نگاه کن، دیدید این روغنیه که داخلش هست. نباید انقدر روغن داشته باشه. شما مگه اینا نمیذارید داخل به قول معروف که روغنش بره؟ ببین میگم این مثل لاستیک میمونه واقعا.
مثل لاستیک میمونه، به خاطر اینکه بوی زهم مرغ هست. خود گوشت خیلی سفت شده چون اول آب پز شده خب و حالت سرخ کرده گرفته به خودش، خیلی سفت شده. یعنی واقعا میگم اینم همون طعم سوخاریش دقیقاً مثل شنسل مرغه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. خب چه توجیهی داره شما بری مثلا توی یه برند توی بالاشهر که چند تا شعبه هم داره برید شنسل مرغ بخورید؟ واقعا چه توجیه اقتصادی یا طعم و مزه‌ای داره؟ اگر فکر میکنید من دروغ میگم یا الکی میگم، شنسل مرغ رو بیارید، یعنی بخورید، بعدش هم برید از اینجا یه سفارش بدید هر کدومو. به محض اینکه شما یه ذره بخوره کامل متوجه میشی مزه شنسل مرغ میده کلا. حالا اینم که از به قول معروف تیکه سیاه مرغیه که گذاشته. خب چرا باید اینجوری باشه؟ ببین اینا الان من نمیدونم اصلا چه مدلی درست کردن که انقدر بوی زهم گرفته به خودش. بابا KFC میری میخوری اصلا کیف میکنی، انقدر خوشمزه است، انقدر حالا یه طعم مرینت اسپایسی هم داره، ولی خب این مرغا یا نپخته است یا یه جاهایش اصلا حالت سرخ کرده به خودش گرفته و سفت شده و لاستیکی شده. به نظر من اصلا توجیه نداره که شما بری سوخاری فرانسوی بخوری. یعنی سوخاریای معمولی بهتر از اینه. سوخاری فرانسوی دیگه چه صیغه راه انداختین که ما بگو خب همون شنسل مرغ مزهش مزه همونه. مرسی از این که این ویدیو رو نگاه کردید. بالاخره جای خوب هست، اینجوری نیستش که فکر کنی همه بدن، نه، تعداد بدا کمن ولی انقدر دارن شلوغ بازی در میارن شما فکر کن کل شهر رو فقط اینا گرفتن و گول میخورید، فریب این فود بلاگرها و فیک بلاگرها رو میخورید و میرید سراغشون، دنبال میکنید، میرید از طرفشون، بعد پشیمون میشید، میگید آقا من مثلا 700,000 تومان پول دادم این غذا رو تحویل گرفتم، یه نفر رو شاید خالی مثلا سیر کنه، خب اصلا بگو 2 نفر رو سیر کنه، ولی کیفیت غذای فروشگاهیه. غیر از حالا بحث سیب زمینی، حالا میگم سالاد کلم و اینجور چیزایی که گذاشتن، سالاد کلمش هم من یه تست کوچیک میکنم، ولی خودش یه شنسل فروشگاهی بیشتر نیست، یعنی چیز خاصی نداشت توش. و خود سوخاریایی که دارن توی ایران استفاده میکنن و میدن خیلی بهتره. سالاد کلمش خوبه، یه ذره به ترشی میزنه ولی خوبه، نسبت به خود غذاهاش خیلی بهتر بود. این چیزی بود که ما گرفتیم و بررسی کردیم و انتظارم اینه که شما فقط حمایت کنید و قضاوت کنید و انتخاب با خودتون. لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو یادتون نره. من نه اسپانسر دارم، نه حامی دارم، نه پشتیبان دارم. مرسی.